السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز باز یک حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگذاریم که بزرگی اسلام را در تجارت، در خرید و فروش و مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند: من اقال مسلما بیعته اقاله الله عثرته یوم القیامه. این حدیث صحیح را از ابو هریره رضی الله عنه، ابو داود و امام ابن ماجه و همچنین عبدالله ابن احمد پسر امام احمد ابن حنبل در زوائد مسند پدرشان روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود ما و شما مسلمانان را راهنمایی کرده چنین فرموده اند: هر کسی که در خرید و فروش اگر برادرش پشیمان شود و بازپس بیارد، شرطنامه خرید و فروش را بیکار کرده قبول کند، الله تعالی روز قیامت لغزش های او را میبخشد، خطاهای او را میبخشد. و چنانه که برای هر یکی ما و شما معلوم است، خواه نخواه انسان امروز خرید و فروش میکند، از بازار رفته میخرد، یک چیز را جستجو میکند، میپرسد، میخرد، ولی گاه میشود که این زندگی است. از چیزی خریدهش پشیمان میشود یا مبلغ پیدا کردن نمیتواند، گمان میکند که فلان نفر اگر قرضم را دهد من مبلغ همین چیز را میسپارم، میگوید اما او قرضش را نمیدهد. خلاص مبلغش را پرداخت کردن نمیتواند یا یگان چیز سبب می شود که از خریدهش پشیمان می شود و می خواهد همون چیز را برگرداند. یا برعکس فروشنده هم همچنین یک چیز را می فروشید، مثال کامپیوتر دارید، تلفن دارید، می فروشید، گاه می شود که از فروخته اتون پشیمان می شود. یا گاه می شود که یک نفر خریدار پیدا می شود که مبلغ زیاد برایتون پیشنهاد می کند، البته بعد از خرید و فروش کردن. وقتی پشیمان می شود یا خریدار یا فروشنده و بر می گردد، از برادرش خواهش می کند که برادر عزیز بیا همون خرید و فروشی کرده همون را بیکار کنیم. این را موافق شریعت اقاله می گویند. اقاله یعنی بیکار کردن شرطنامه خرید و فروش. همون خرید و فروشی که کردیم همون را بازپس می گردیم، بیکار می کنیم. من خریدار چیزی محصولات خریدم را همون بار را میگردانم و فروشنده آن را قبول میکند. یا برعکس فروشنده میگوید که برادر عزیز من از همین چیزی فروختم پشیمان شدم، بیا برادر عزیز همین مبلغی که تو برای من دادی همون را من بازپس میگردانم و همون چیزم را، بارم را، محصولاتم را تو برای من برگردان. وقتی این طرف یا آن طرف قبول میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را بشارت داده گفتند که اقاله الله عثرته یوم القیامه. الله تعالی خطاها و لغزش هایی که امروز دانسته ندانسته ما و شما، هر یک انسان خطاکار است، خطاهایی که میکنیم، لغزش هایی که از ما و شما صادر میشود، الله تعالی با سبب همین معامله نیکی ما و شما، همین کاری کرده ما و شما، الله تعالی ما و شما را روز قیامت میبخشد و آن لغزش ها و آن خطاهایی که ما و شما کردیم الله تعالی آن را پاکیزه میگرداند. زیرا اینکه این امروز ببینید چقدر مردم تمعجب شدند، اینقدر محبت دنیا در قلب مردم جایگیر شده است که وقتی یک برادر مسلمان پشیمان میشود از همون خریداری کردهش، از خرید و فروشی کردهش پشیمان میشود، میگوید ای بیزارم کردی، دیگر تمام خرید و فروشی ما با روزگی طرفین شد، نمیخوام که پولی تو را دهم. یا میگوید که نه امروز پشیمان شدی، نه من نمیتونم، من دیگر پولت را دادم، چیز را گرفتم، نمیخوام بازپس گردانم. اما شریعت، دین مبین اسلام ما و شما عکس این را ترغیب و تشویق کرده است. امام غزالی میگویند که اقاله کردن یعنی شرطنامه را بیکار کردن انسان را به مرتبه احسان میرساند. یعنی وقتی برادر مسلمان اقاله میکند، الله تعالی او را به درجه و مرتبه محسنان میرساند. برای چی؟ برای اینکه شما تصور کنید وقتی من پشیمان میشوم اگر شما قبول نکنید برای من ضرر است،
فایده نیست. من پشیمان شده هستم، یک عمر پشیمان میمونم از همون خریداری کردم، خانه خریدم یا ماشین خریدم یا کامپیوتر و نوتبوک و یگون چیز خریدم، پشیمان شدم از خریداری کردم. وقتی بازپس میگردونم چقدر انسان خوشحال میشه. و این صفت مهربانی رو بین جامعه، بین ما و شما مسلمان ها پیدا میکنند و پهن میکنند. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء. شما مردمانی که بنده هایی که در زمین است، در زمین بین همدیگر رحم کنید، مهربانی کنید، الله شما را چیکار میکند؟ رحم میکند. و همچنین کسی که اگر اقاله میکند، وقتی برادرش پشیمان میشود، پشیمانی برادرش را قبول میکند، در زیر دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده از دعا کردند، گفتند که پروردگارا، هر کسی که امتان من را کارهایشان را آسان میکنند و سبک میکنند و آنها را رحم میکنند، امتان من را رحم میکنند، تو آنها را رحم بکن. و هر کسی که کار مسلمان ها را دشوار میکند و بر بالای آنها مشقت میکند، دعا کرده گفتند که پروردگارا تو کارهای آن را دشوار کن و بالای او مشقت بیاور. نعوذ بالله، الله پناه دهد. خلاصه دوستان عزیز، اقاله کردن امر مستحب است و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و همچنین اقاله یک چند شرط ها دارد. شرط اولش باید هر دو طرف راضی باشند، هم خریدار و هم فروشنده. شرط دومش چنانه که اهل علم بیان کرده اند مبلغ کم و زیاد نشود. وقتی خریدار میبیارد نگوید که میلش 1000 سوم خریده بودی، من برایت 900 سوم میتیم. این درست نیست موافق شریعت. اما بعضی از اهل علم گفتند که معنای اقاله باز یک شرطنامه نو است که آزاد هستند، خریدار و فروشنده آزاد هستند، میتوانند زیاد کنند، میتوانند کم کنند. هر چی که بین آنها اتفاق می شود، یعنی شرطنامه اقاله فسخ ویران کردن شرطنامه اول نیست و بلکه یک شرطنامه نو است که آنها آزاد هستند. این را در شریعت فسخ نمیگویند و بیع نو میگویند، یعنی شرطنامه نو است که آنها آزاد هستند. یعنی این شرط دیگری اقاله بود. دو شرط است البته، اگر بهتر است و خوبتر است که در نرخ، در مبلغ کم و بیش نشود. مثال فروشنده پشیمان شود و گوید که برادر عزیز من میخوام که پولی تو را گشته تیم و همون چیزی که من برای تو فروختم همون را ده گوید. از اینجا از فرصت استفاده برده خریدارم نگوید که مالش $1000 خریده بودی، $1100 ته میتیم همون چیزته نگوید. یا برعکسش وقتی خریدار پشیمان شده میگوید که برادر عزیز همین چیز رو من خریدم پشیمان شدم، بیاید همین چیز رو من برگردونم. فروشنده هم نگوید که مالش $1000 داده بودی، من چیکار میکنم $950-900 میتیم، راضی باشی همین. نه، بهترش همون $1000 رو برگردونم. الله حق سبحانه و تعالی رو دعا کنیم که الله تعالی این تعلیمات و آدابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خرید و فروش برای ما و شما تعلیم دادند، الله تعالی رعایت کردن و موافق آن تجارت کردن و خرید و فروش کردن هر یکی ما و شما را موفق گرداند. الله تعالی این دنیای آخرت ما و شما را سربلند و سرفراز گرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.